روز یکشنبه بر اثر بجری تخمینا 200 متر چپه شدن یک ماشین تمغه کیا در روی تاجک آباد پیلدان، راننده و یک زن مسافر این ماشین به هلاکت رسیده. مسافر دیگر که داماد بوده است و برای آوردن عروسش به پیلدان می رفت جراحت وزنین برداشته است. وزارت کارهای داخلی خبر داد که روز 6 دکامبر تخمینا ساعت 2:00 راننده افت-ماشین تمغه کیا آتموف دلشاد سعید مرادویچ سال تولدش 1978 ساکن جماعت دهات اکسلان ناحیه رشت هنگام حرکت از سمت ناحیه تاجک آباد به سمت ناحیه لخش در حدود جماعت دهات پیلدان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده تخمینا 200 متر بجری رفته چپه شده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین حاتموف و اهل نسا حاتموف سال تولدش 1964 ساکن جماعت دهات سر کشتی این ناحیه رودکی جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده افت-ماشین تمغه کیا آتموف دلشاد سعید مرادویچ به سلامتیش جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده. مسافر آن رحمتزاده مصطفی رجب سال تولدش 1996 ساکن جماعت دهات همدانی ناحیه نورآباد به سلامتیش جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. بنا به اطلاع سپوتنیک زن هلاک شده عمه داماد و راننده عمک بچه داماد بوده. این فاجعه متاسفانه دو توی خانه را به ماتمخانه تبدیل داد.